یعنی همین خانه خدا، ایده خانه خدا شما گمان نکنید یک افسانه است. خیلی جناب ولی حاجی است، عزادار رحمان حاجی است، همه وزیرا. عبدالقادر طلبکوف یک اسلام ستیز افراطی است که آشکارا اسلام و مسلمانان را تحقیر میکند، ولی گویا جوانان این امت مردند که کسی به او چیزی نمیگوید. ببینید، ایده خانه خدا را آشکارا افسانه میگوید، یعنی همین طواف کردن کعبه و به سوی آن نماز خواندن همه افسانه است میگوید. افسانه یعنی دروغ است و مسلمانان بدبخت هستند که پول صرف کرده به آنجا می روند. مگر این توهین به مقدسات دینی نیست؟ و گفتی تو جناب عالیت هم حاجی است، آزاده هم حاجی است، دیگر و دیگرش هم حاجی است. معنای کلام تو چنین است که جناب عالیت و آزاده در اساس افسانه ها رفته در گرد کعبه طواف کرده اند. و گفتی تو اگر کعبه افسانه باشد پس قرآن هم گفتی تو افسانه است، چون که همین قرآن میگوید که در گرد کعبه طواف کنید. قرآن میگوید که به سوی کعبه نماز بخوانید. قرآن کعبه را از شعائر دین میشمارد، اما تو به مقدسات 2 میلیارد مسلمان پای گذاشته توهین میکنی. پس آیا جرأت داری بگویی که قرآن هم افسانه است؟ طلبکوف، واقعاً به انسانهای باسواد و روشنفکر مانند نیستی. از من به تو یک نصیحت: هرگز به مقدسات مسلمانان توهین مکن. دشمنان اسلام اینقدر کوشیدند تا چهره اسلام و مسلمانان را سیاه کنند و مردم را از اسلام دور سازند، ولی نتوانستند. ان شاء الله تو هم نمیتوانی، بلکه خود را شرمنده و رسوا میکنی و آبروی نداشتت را میریزی. خوب اندیشه کن.